پنهان شده در تاریکی. نویسنده ناهید رحمانی. این داستان احضار، قسمت دوم. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. قسمت دوم داستان احضار رو میخوایم تقدیمتون کنیم. اگه هنوز قسمت اول رو گوش ندادید، اول اون قسمت رو بشنوید و بعد قسمت دوم که دنباله داستانه رو با ما همراهی کنید و بشنویدش. ممنونم از همراهیتون. بریم به سراغ ادامه داستان احضار. جریان احضار روح رو یک بار دیگه برای آقا امیر تعریف کرد. با ناباوری نگاهی به ما کرد و به کنایه گفت: مادرم این دفعه از این راه وارد شده. وقتی دید خودش کاری از پیش نمیبره از شما کمک گرفته. خانم محترم، لطفا خودتون رو تو بازیای مادرم قاطی نکنین. من نه حالا و نه هیچ وقت دیگه قصد ازدواج ندارم. امیر جان، مادر، منم مثل تو امروز برای اولین بار با این دوتا خانم آشنا شدم. آقا امیر، ما نه شما رو میشناسیم نه مادرتونو. همونطور که دوستم گفت، ما دیشب احضار روح کردیم و روحی که اون من مدعی بود عاشق شما بوده و خودکشی کرد و حالا از بابت شما نگران بود. پیغامی به ما داد که بهتون گفتیم. آدرستون هم اون به ما داد. حالا خود دانید. میخوایم باور کنین، میخوایم باور نکنین. و به من اشاره کرد و گفت: بریم. ما که بلند شدیم، پیرزن و پسرش همچنان با تعجب به ما نگاه میکردند. خداحافظی کردیم و از خونه اونا خارج شدیم. دیگه نفهمیدیم امیر آقا حرف ما رو قبول کرد یا نه. ولی دیگه روح اون دختر نیومد. امتحاناتمون تموم شده بود و مجبور بودیم تا نیمه شب درس بخونیم. مدتی بی خیال احضار روح شدیم تا اینکه یک شب به اصرار رعنا دوباره وسایل مربوط به احضار رو روی میز گذاشتیم و مشغول شدیم. زمان زیادی لازم نبود تا روح بیاد. این بار روح شخصی اومد که ادعا میکرد پرستار بوده و تو جبهه شهید شده. میگفت زمان جنگ یک مجروح رو به بیمارستان میارن که بر اثر اصابت خمپاره یک دست و یک پاش رو از دست داده بود. میگفت اون رزمنده روحیه خرابی داشت و توی مدتی که بیمارستان بستری بود تونسته بود باهاش ارتباط برقرار کنه و با هم دوست شده بودن. تمام مدتی که توی بیمارستان بوده کسی به عیادتش نمیاد و وقتی جویا میشه میفهمه که اون جوون کسی رو نداره و مادر پیرش هم زمان زیادی نیست که به رحمت خدا رفته و کاملا تنهاست. بعد از بیمارستان به خاطر حال روحی بدی که داشته به آسایشگاه منتقل میشه و این شخص همیشه به عیادت و سرکشی اون میرفته تا اینکه به همراه کادر پزشکی به جبهه میره و اونجا شهید میشه. با دادن نام و مشخصات اون جانباز از ما خواست که به عیادتش بریم. به آدرسی که داده بود رفتیم و شخص مورد نظر رو با همون مشخصات پیدا کردیم. دیگه یقین پیدا کرده بودیم که کارمون درسته و روحایی که احضار میکنیم اطلاعات دقیقی به ما میدن. یک شب یکی از شاعرای معاصر حاضر شد و کلی از اشعارش رو برای ما خوند. گاهی روحایی می اومدن که صحبت خاصی نداشتن و گاهی پیامهایی داشتن که ما تلاش میکردیم به خواستشون عمل کنیم. یک شب روح زنی اومد که میگفت مادر همسایه طبقه پایین ماست و اصرار داشت واسطه ارتباطش با دخترش بشیم. صبح روز بعد به سراغ دخترش رفتیم و بعد از کلی مقدمه چینی جریان رو بهش گفتیم. اول فکر کرد شوخی میکنیم. میگفت من اصلا مادرم رو ندیدم. اون سر زا مرده. حرفمون رو باور نکرده بود. ولی وقتی اصرارمو دید گفت من نمیتونم شب پیش شما بیام چون شوهرم خونه است و قطعا این حرفا رو باور نمیکنه. مگه اینکه یه شب که شیفت شب باشه و خونه نیست بیام. چند روز بعد همون خانم همسایه جلوی واحد ما اومد و گفت امشب شوهرم خونه نیست و میتونم پیش شما بیام. اگه مشکلی نیست و کار خاصی ندارین امشب مزاحمتون بشم. گفتم نه، کار خاصی نداریم، خوشحال میشیم بیاین. امیدوارم بتونیم ارتباط برقرار کنیم. اون شب عمه پری هم به خونه ما اومد و جمعمون 4 نفره شد. شروع به احضار که کردیم، اولش روحای دیگه اومدن. یکی اومده بود و ابراز نگرانی برای خانواده‌اش میکرد. اون که رفت، روح بعدی مرد جوانی بود که در اثر تصادف فوت شده بود. میگفت راننده بعد از تصادف فرار کرده و اونو گوشه خیابون رها کرده. گفتیم آدرسی از راننده یا خانوادت به ما میدی که اگه بتونیم کمکی کنیم؟ جوابی نداد. بعد از اون
مادر همسایه اومد. زمانی که خودشو معرفی کرد رنگ از رخسار دخترش پرید. با ناباوری پرسید تو واقعا مامانمی؟ گفت آره دخترم. زایمان سختی داشتم و تنها بودم. بابات رفته بود شهر. اون زمان ما توی روستا زندگی میکردیم. نیمه های شب بود که با صدای جیغ من همسایه ها به کمک اومدن و قابل خبر کردن. ولی هر چه تلاش کرد قلبم یاری نکرد. اشک از چشمای دخترش جاری شد. با بغض گفت مامان میدونی چقدر عذاب کشیدم؟ چقدر بی مادری سخته؟ مادرش گفت آره دخترم. هیچ مادری از اولادش غافل نیست. همه این سالها با تو بودم و نگران تو. میدونم مشکل داری و بچه دار نمیشی. خانم همسایه به تته پته افتاد و گفت دکترها گفتن امید تو از دست نده. مادرش جواب داد راست گفتن. شخصی رو بهت معرفی میکنم که مشکلت رو حل میکنه. دکتر نیست ولی درمون دست اونه و آدرسی رو به دخترش داد. ظاهراً یک قابله پیر بود که با داروهای گیاهی مشکلات خیلی رو حل کرده بود. اون شب گذشت و بعد از اون ارتباط اون با خانم همسایه بیشتر شد. هر موقع تنها بود یا ما کاری نداشتیم دور هم جمع می شدیم و اوقاتمون رو با هم می گذروندیم. حدوداً 40 روز بعد خانم همسایه با جعبه شیرینی به سراغمون اومد و در حالی که سر از پا نمیشناخت با شادی گفت به لطف شما و مادرم به آرزوم رسیدم. خیر باشه. چه آرزویی؟ من باردارم. همه از شادی جیغ زدیم و همدیگر رو بغل کردیم. دیدن خوشحالی اون خانم به اندازه تمام دنیا برام ارزش داشت. خدا رو شکر تونستیم که کمکش کنیم. چند وقتی بود که احساس کسالت و بیماری می کردم. انرژی نداشتم. مدام خسته بودم. نفس تنگی داشتم. گاهی عرق سرد می کردم و گاهی لرز توی تنم می پیچید. دکتر رفتم ولی نتیجه ای نگرفتم. یک شب که احضار روح می کردیم، روحی که حاضر شد آدرس شخصی رو به ما داد و گفت برو بگو با سید کار دارم و مشکلت رو به سید بگو، اون درمانش میکنه. روز بعد به دنبال آدرسی که گرفته بودیم رفتیم. خیلی گشتیم ولی پیدا نکردیم و دست از پا درازتر برگشتیم. روز بعد دوباره به دنبال آدرس رفتیم تا اینکه آدرس مورد نظر رو پیدا کردیم. انتهای یک کوچه بنبست یه در چوبی قدیمی بود. در خونه باز بود و پرده ضخیمی در رو از حیاط جدا کرده بود. کلون در رو که به صدا در آوردیم، بعد از لحظاتی صدای لخلخ دمپایی شخصی شنیده شد. پرده رو که کنار زد، بچه‌ای ظاهر شد. چهره با مزه‌ای داشت که با کنجکاوی ما رو نگاه می‌کرد. گفت سلام، با کی کار دارین؟ با سید. خونه نیست. کی میاد؟ نمیدونم. میشه ما جلوی در روی این سکو بشینیم تا وقتی بیاد؟ نمیدونم. اگه میخواین بشینین، هر وقت اومد بهتون میگم. تشکر کردم و با عمه همونجا نشستیم. نیم ساعتی اونجا بودیم. کلافه شده بودم. اون روز درس مهمی داشتم. منتها انقدر حالم بد بود که نتونسته بودم سر کلاس حاضر بشم و رعنا تنها به دانشگاه رفت. توی فکر بودم که گربه‌ای از کنار ما رد شد و از زیر پرده به داخل خونه رفت. به عمه گفتم این گربه چه چشمای عجیبی داشت. عمه لبخندی زد و گفت آره، به نظر منم عجیب بود. صحبت عمه تموم نشده بود که همون بچه جلوی در اومد و گفت سید میگه بیاین تو. مگه سید اومد؟ آره، مگه ندیدینش؟ نه. خواستیم با عمه داخل بریم که پسر بچه گفت سید میگه فقط یک نفریتون میتونین بیاین تو. عمه کمی مکث کرد و گفت خیلی خوب، من همینجا میمونم. تو برو. مراقب خودت باش. دلم شور میزنه. نگران نباش، مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ و به دنبال پسر بچه وارد حیاط خونه شدم. مرد جوان و خوشتیپی کنار حوض آب وسط حیاط ایستاده بود و با دقت به من خیره شده بود. سرمو پایین انداختم و سلام کردم. گفتم با سید کار دارم. خودمم. کارتون چیه؟ کی منو بهتون معرفی کرده؟ با تعجب نگاش کردم. فکر نمی‌کردم سید اینقدر جوان و خوش قیافه باشه. با خودم گفتم نکنه منو دست انداخته. فکر می‌کردم پیرمرد زوار در رفته‌ای باشه. گفتم شما سیدین؟ بله، مشکلت چیه؟ جریان بیماریمو براش گفتم. دوباره تکرار کرد. گفتم کی منو بهتون معرفی کرده؟
ماجرای احضار روح رو براش تعریف کردم. کمی مکث کرد و گفت من میرم زیر زمین. به ظرفی که کنار حوض بود اشاره کرد و گفت این ظرف رو پر از آب کن و پشت سر من بیا پایین. این داستان ادامه داره.